سلام دوستای عزیزم، صبح برفیتون بخیر. امروز 6 بهمن ماه، ساعت حدود 10:02 است. چند روزی هواشناسی هشدار داد که قرار برف بیاد، هشدار قرمز صادر کرد. حالا مثلثش هم گفته بودن سنگر و لاهیجان و رشته. ما اومدیم اون سری که من رشت رو گرفتم، اومدیم لاهیجان بمونیم، شهرهای شرق گیلان رو بتونیم ولاگ برفیشون رو بگیریم که والا یه سانت هم برف نزد. یه صبح زد لاهیجان، من ماشینم تعمیرگاه بود نتونستم ولاگ رانندگی رو بگیرم. بردم که گفتم درست میشه، انقدر چیز شد دیگه برف وایسا، 2 سانت هم برف نموند دیگه. امروز صبح بلند شدیم دیدیم شهرهای ساحلی مثل انزلی و کیاشهر اینو برف زده، تو دستک و سومسرا اینا همه برف. گفتیم بیایم بریم از کیاشهر فیلم بگیریم، آستانه داره میزنه. گفتم یه ولاگ رانندگی برفی هم توی آستانه اشرفی برای بچهای کل آستانه بگیریم، براشون خاطره بمونه. چند وقت پیش ولاگ رانندگی تو بارون رو براشون گرفتم، تمام خیابونا رو هم توضیح دادم. تو پلیلیست شهر آستانه کانال هست، اگه علاقه دارید با خیابوناش آشنا بشید با توضیحات کامل، اون ولاگ رو میتونید ببینید. امروز حالا زیاد صحبت نکنیم، جزئی میخوام بگیرم. این حرم سید جلال الدین اشرف، این پشت حرم این بازارچه معروف سفال و بادوم برشته و خشکبار و تنقلات این پشته اینجا هم راه داره. دقیقاً الان تاکسی کجا راهنما زده، این دست راست این برم میریم. از اون ور برین مثلا از اول میشه تا آخر، باویشگاه و نون کشتا و نه همه چی اونجا هست. بعد از ظهر به نظرم فعال تره، بعد از ظهر غروب روزای عیاد باشه یا مثلا چیز باشه، محرم باشه، خیلی شلوغ تره و اون همه دارن خرید و خیلی. ولاگش هم گذاشتم تو کانال، تو همین پلیلیست شهر آستانه هست. لینک پلیلیست رو براتون هم تو توضیحات گذاشتم. آستانه اشرفی همسایگی لاهیجان و لولمان و بندر کیاشهر. بندر کیاشهر جزء خودشه، یعنی جزء شهرستان آستانه اشرفی است. حتی از بندر بودن چیزی نمونده، ولی خب از زیباییش چیزی کم نمیشه. مردم اینجا بیشتر کشاورزن، یعنی شما به خاطر خاک خوبش که داره، یعنی هرچی میکارن خدا رو شکر گرم میاد. خدا به کشاورزا برکت بده. برنج، بادوم، فلفل سبز، ترب دیگه تو آستانه معروفه. تو آستانه میگم همه چی میکارن، ولی اینا مثلا دیگه شهرهای اطراف، آستانه اطراف کاشته میشه قشنگ معروف. بعدش دیگه فاصله شو تا رشت حدود 30-35 کیلومتره. ورودش نمیشه مذهبی ترین شهر استان گیلان، به خاطر این حرم میگن، چون به حال اسم شهرم به خاطر این حرم برادر امام رضا سید جلال الدین آستانه معروفه. مذهبی ترین شهر استان گیلان، من فومن رو میشناسم، حالا شاید دوستان تجربه بهتری بیشتری دارن، چون واقعا اونجا میری متوجه میشی خیلی اعتقادی و مذهبی هن و ایام چند مراسم خیلی باشکوه. اینجا رو دور بزنیم دوباره بریم داخل شهر. من اولش از اون ور کمربندی گرفتم، متوجه شدم که ضبط نکرده، ولی وسط کار دور بزنیم بریم داخل شهر دوباره. این میدون امام حسینه، از ورودی اول آستانه از سمت لاهیجانه. جاهای دیدنیش یه پارک ساحلی داره، براتون گذاشتم ولاگشو، خیلی جای قشنگه. روستای کیسوم، با گیسوم اشتباه نگیر، اون گیسوم این کیسومه. خیلی روستای قشنگی، همین اطراف دیگه هم داشت اسمش صفرا بسته. یه تونل جنگلی داره مثل همین ساحل گیسومه، سمت کیاشهر. البته اون تونل جنگلیه
گیسوم شما توی یه عباد کوچیک‌تر، شاید مثلا یه دهم قشنگه. اگه مثلا مسیرتون دور شد نخواستیم بریم میتونی اینجا اصلا تو بهار ولاگش هست تو پلیلیست همین سیاهشهر یا همین آستانه باد اوایل گذاشتم، دوستاشی نگاه کنید خیلی قشنگه. تونل جنگلی صفرابست. بازار هفتگی دوشنبه و پنجشنبه است. یه ولاگ تازه بارون براتون گذاشتم تو کانال. پنجشنبه بازار گذاشتم، بازار مرغ و جوجهش جداست، خیلی بازار قشنگی. مثلا بازار هفتگیش خیلی جالبه. یه بار ضبط نکرد توضیح دادن یادم میاد چیا رو گفتم. یه خورده از برف لذت ببرین شما. دوستان روز برفی حتما چراغتون رو روشن بذارین. این ماشین جلویی ها از آینه میتونن فاصلتون رو بهتر تشخیص بدن، نه اینکه نبیننتون. مثلا با یه نگاه فاصلتون رو میتونن بهتر متوجه شن. اگه مثلا به آینه‌شون هم دقت نکرده باشه، بخار زده باشه یا برف نشسته باشه، لابلا میتونن ببینن یه چراغی داره میاد، احتیاط کنن. ما راننده نیستیم ولی خب به حال توصیه‌ای بکنیم، تجربه است. بعد این ولاگ میخوایم بریم سمت کیاشهر. اگه دوست داشتین نگاه کنید، برم ببینم جاده اگه بسته نباشه برم کیاشهر برفی هم بگیرم. اگه فرصت شد، جاده خوب بود، انزلی هم شاد رفتم. حالا وضعیت جاده رو باید ببینید چون زنجی شهر ندارم. این همین حرم حاصل جلال‌الدین. دوشنبه بازار سمت راسته. شما اگه خواسته بریم بازار بصیر سرچ کنیم میاد. ما مستقیم میریم انتها. اگه اومدیم می‌خواستیم بریم حرم، این دست راست مالی کفش ملی کجاست؟ این دست راست کنارش پارکینگ عمومی. پارکینگش کوچیک است ولی ماشین میتونه اینجا پارک کنه. جا پارک یه خورده بد گیر میاد. قدم زدن شبانه آستان اشرفی هم گرفتم. فکر کنم مال بهار بود اگه اشتباه نکنم. اونم میتونه نگاه کنید. قشنگ. بودم شهر جالبیه. جاتون خالی رفته بودیم جاده دیلمان برای ولاگ برفی جاده. تا آخر نتونستیم بریم چون جای رادارخونه به بالا یه خورده برف زیاد بود. ما زنجیرچرخ هم نیاوردیم، ترسیدیم گیر کنیم. همین تا اونجا رو گرفتیم، آبشار لونک گرفتیم. اینا ولاگشون رو میذارم براتون، دوست داشتین نگاه کنید. که به برفی علاقه دارید حتما نگاه کنید. دایی جانم برف میزد، تو تعمیرگاه بودیم تا ما ماشین رو تحویل بگیریم دیگه. بعد از ظهر شد ماشین. این بازار جلالی است. این دست راست ما زیر همین تابلو بازار جلالی است. اون بلاگ شبانه ما گذاشتیم. این بازارچه نیو تره باره بیشتر خوشگوار اینا هم داره. بازار قشنگیه، شبیه بازار روز دایی جان میمونه. دست راستمون میره کیاشهر. این مقبره دکتر معین، اسم این میدون هم دکتر معینه. دکتر معین، فرهنگ معین. این مقبرهشون دقیقا دست راست ماست. خیابون رو رد کردیم دقیقا این. فکر کنم الان تابلوشو بتونیم ببینیم. میشه آرامگاه دکتر معین، از افتخارات آستانه و گیلانه. این بولوار هم اسمش بولوار دکتر معینه. این سم میره سمت رشت. ما میگیم دور میزنیم دوباره میریم سمت کیاشهر. برف همیشه که نه، حالا
نشون شادیه، چون روزای خاصی از سال میاد. انشالله که کسی آسیب نبینه، کسی ضرر نبینه، که دو روز مردم شاد میشن. الان شهرداری ویلاگشو گذاشتم، شهرداری برفی، بازار اونم تو کانال میتونیم ببینیم. مردم اونجا شادی میکنن، برفبازی میکنن، مخصوصا توی پارک باغ محتشم مردم میرن برف بازی، شادی، خانوادگی میان. مثل قشنگه، مردم شادی مردم میبینی آدم کیف میکنه. هر کی نمیتونه این شادی مردم ما رو ببینه، انشالله که انشالله دیگه خودشون جاده کیاشر جلوتر بود. من تابلو رو خوب نخوندم. من تابلو از اون ور اومدم ولاگ رو شروع کردم که متوجه شدم ضبط نمیکنه. حالا شما که اشتباه گفتم، این جاده اصلی میره به کیاشر. دقیقاً هم تابلو داره بالا نمیشه بندر انزلی کیاشر. اونم شاید راه داشت، من میگم حواسم به چهارراه بود ماشین نیاد، تابلو رو نخوندم. دست چپ ما میره به کمربندی آستانه که رشت لایجان ختم میشه، برم زیبا کنار و آستانه اشرفی و ماشاءالله برف زیاد شده. گفتم تا فردا ظهر برفه. ما بریم جلوتر دور بزنیم. خدا رو شکر مردم دارن رعایت میکنن، خدا رو شکر کسی حادثه پیش نیاد. این اوضاع خراب مالی و میریم جلوتر یکم دیگه دور میزنیم. این مینی ولاگ تقریبا فکر کنم یه رو 20 دقیقه میشه. هوای برفی رو بگیرم چون قبلا گرفتم توضیح دادم. سپید رودم، این رودخونه سپید روده از صد منجیل میاد، شاید کناراش برف زده نمیتونیم ببینید. عکسشو تو کامیونیتی اعتمادزیاد براتون بذارم، خیلی قشنگه. این جاده مستقیم که میره آخر آستانه است دیگه، میره به سمت رشت. اینجا یه فرعی داره، میدون رو میبینین. لشت نشا میخوام برن از این سمت میرن، من همون لشت نشا خواستم برم از اینجا. راه باز هم داره. ما این میدون رو دور میزنیم. جلوتر دادگستری و دانشگاه آزاد آستانه است. بحث منت نیست، و حال انجام وظیفه منه برای دوستانی که هستن خارج، دوستانی که آینده این ولاگو میبینن. زحمت میکشیم به خدا، وقت میذاریم. بازم میگم منتی نیست، انجام وظیفه است. کامنت، حمایت کمترین کاره میشه در حق ما کرد. بزرگواریه، لطف، محبت. ولاگ‌های رانندگی ما معمولا ویوهاشون از همه کمتره، درآمد خاصی هم که نداره. خب میگم به هر حال ما وظیفه‌مونه همه چی رو به دوستان نشون بدیم، همه چی رو یاد بدیم، برای آیندگان ضبط کنیم. جاده مستقیمی که ما اومدیم سمت راست هم که نوشته کمربندی و فرمانداری و ما میخوایم بریم سمت چپ، بریم به سمت کیاشر. من این ولاگ اینجا رو تقریبا یکم جلوتر دیگه تمومش میکنم که از اونجا ضبط کنم به سمت کیاشر. اگه دوست داشتین جاده کیاشر هم ببینین، من تا کیاشر برم ببینم جاده چه وضعیه، شاید برگشتیم، شاید ادامه دادیم، زیاد فعلا معلوم نیست. جاده البته فکر کنم بشه رفت. امیدوارم که از این ولاگ لذت برده باشین. میگم هدف نشون دادن هوای برفی بوده. ببخشید صحبت کردم، معال دوستان گفتن این توضیحاتی بدیم، دوستای ما مجبوریم توضیحات بدیم با اطلاعات ناقص خودمون. این جاده کیاشهره، امیدوارم که لذت برده باشین. تو پلیلیست شهر آستانمون
بلاگ زیاد گذاشتیم از آستانه. دوست داشتین نگاه کنین، علی آستانه این آستانه علاقه داشتین حتما نگاه کنین. لایک و حمایت هم فراموش نشه. مخلص شما.